نفیسه روشن آبروی خانواده‌اش رو برد. نفیسه روشن به تازگی با انتشار استوری چنین نوشت: توضیحش سخته، ولی کسی چون فامیلش روشنه گفت فامیل منه، لطفاً بزنید تو دهنش. من نه برادر دارم، نه پدر دارم، نه دایی دارم، نه عمو دارم، نه مادر دارم، همشون مردن. من خودمم و خدای خودم. بس اینقدر سوال نپرسید، چون بلاک آرامترین راهه. استوری که نفیسه روشن در اینستاگرام به اشتراک گذاشت بسیار تلخ و غم‌انگیز بود و بسیاری از دنبال کننده ها رو به واکنش واداشت. نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیونه که این روزها بسیار پرکاره. این بار در فضای مجازی خانواده‌اش رو هدف قرار داد و با انتشار استوری های جنجالی دست به افشاگری بر علیه خانواده‌اش زد. الان میفهمم یتیم بودن درد داره. نه خواهری، نه مادری، نه برادری، نه پدری، نه دایی و عمو. یتیمی درد داره. 20 سال جوونیت رو بگیرن که دیگه آدم نیستن. با افتخار یتیمم. قبل از ادامه ویدیو درود به شما همراه عزیز. مرسی که کانال حواشی چک رو دنبال میکنید. لطفاً برای دلگرمی دادن به ما کانال ما رو از پایین همین ویدیو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. اون توی استوری دیگه نوشته: بیدار شدم، دایرکت ها رو خوندم. الهی بمیرم، چقدر آدم شبیه خودم دیدم. آدم هایی که برادرشون و خانوادهشون بهشون زخم کاری زدن. مگه میشه مادر و برادر مال خواهر رو بالا بکشن؟ آدم هایی که خیر پدر و مادر بهشون نرسیده و امثال من فقط کار کردیم که مبادا اونا کم بیارن. بمیرم براتون که درد خودم یادم رفت. اون در ویدیویی که به تازگی منتشر کرده میگه: این ویدیو رو منتشر کردم که از دهن خودم بشنوید. 20 سال از سال 82 فعالیت کردم و هزینه تمام یه خانواده 4 نفری رو به دوش کشیدم. 2 برادر و 1 مادر. هر کاری که تونستم برای خانوادم کردم، ولی الان هیچ خانواده‌ای ندارم. پدری که متاسفانه پدری که 15-16 سال خانواده‌اش رو ول کرد و هیچ مسئولیتی نپذیرفت و تمام هزینه رو دوش من انداخت. فقط به پدر بودنش افتخار کردم. پدری که هیچ مسئولیتی نپذیرفت. پدری که همیشه افتخار کردم به بودنش، همین که بوده و اسمش بوده. اگه خواهر دارید قدرشو بدونید، ولی به فکر خودتون باشید. بعد از چند سال میبینید خانواده‌تون همه چیز دارن و خودتون هیچی نیستید. اون توی استوری دیگه در مورد خواهرزنش اینطوری نوشته: پایه کله پاچه فقط خودت. سر رفیق به سلامت. تا خانواده‌ای که مایی ننگ هستند. خانواده‌ای که بچه‌ش و دخترش و خواهرشون رو بچاپن. برادری که از ترس بدهی خواهرش رو بلاک کنه چون با یه دختر بی اصل و نسب همخونه شده. قانونی هم جوابگو نیست. اومده داداشا رو دزدیده. لعنت باد. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای تک تک شما همراه‌های عزیز و این هنرمند عزیز کشورمون. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. اگه از ویدیومون خوشتون اومده اون رو لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای خفن بعدیمون زودتر باخبر بشید.